در تاریخچه هر سازنده موتورسیکلت اولین مدل تولید شده جایگاه ویژه‌ای دارد. در این ویدیو به 5 تای آنها میپردازیم. شماره 1: شرکت هوندا با ساخت موتورسیکلتی با حجم 98 سی سی با نام دریم یعنی رویا در سال 1949 در ژاپن محقق شد. هوندا دریم مجهز بود به یک انجین تک سیلندر 2 زمانه با توان 3 اسب بخار و سوخت رسانی کاربراتور و گیربکس 2 سرعته نیم اتوماتیک که در آن کلاچ دنده و پدال اقدام شده بود. سرعت آن 50 کیلومتر بر ساعت بود. سیستم جرقه‌زنی مگنتیکی و دارای 2 شاخ تلسکوپی در جلو و بدون کمک فنر در عقب بود. در سال 1950 میلادی از 2633 عدد موتورسیکلت فروخته شده در ژاپن، 1000 عدد آن محصول کمپانی هوندا بود. بریم که جدیدترین موتور هوندا هم ببینیم. شماره 2: نخستین هدف میشیو سوزوکی 64 ساله در سال 1952 ساخت دوچرخه موتوری یا همون موپد بود که موفقیت بزرگی برای اون شرکت به همراه آورد. سوزوکی موتور کوچک 2 زمانه و ارزان قیمتی به حجم 36 سی سی و توان 1 اسب بخار روی یک دوچرخه قرار داده بود. اما در طراحی سوزوکی دوچرخه سوار می توانست یا دوچرخه را بدون روشن کردن موتور رکاب بزند یا نیروی موتور را وصل و با آن حرکت کند. همچنین این امکان را داشت در مواقع کم آوردن موتور مانند سربالایی ها با انتخاب گزینه سوم رکاب زده و به کمک موتور کم توان بیایید. ابتکار و کیفیت بالای دوچرخه موتوری ساخت سوزوکی مورد توجه مقامات دولت قرار گرفت و آنها وامی را برای پژوهش و تولید موتورسیکلت در اختیار شرکت سوزوکی قرار دادند. بریم که جدیدترین موتور سوزوکی رو ببینیم. That's not here to play, but to conquer the roads. Packing a punch with its 1340 cc inline 4-cylinder engine. This beast claims 187 horsepower at and 110 foot-pounds of torque. It's got more power than your favorite action hero. The design got a makeover too, thanks to Wine Tuttle Development. It's got new vent shapes, air diffusers, and logos that scream modern and sharp. But wait, there's more. The Suzuki Clutch Assist System makes the clutch lever pull feel lighter than ever. Imagine handling it like a breeze, just without the wind messing up your hair. Now, I might be big, but I know how to dance. So, if you want a cruiser that's not 800, the 2024 Suzuki V-Strom 800 is your ticket to adventure without breaking the bank. This middleweight marvel packs a punch with its 776cc 4-stroke liquid-cooled engine. Built with a steel frame, aluminum swing arm, and a Showa SFFBP for that extra dose of comfort. This bike is as reliable as your favorite. شماره 3: تولید موتورسیکلت BMW در سال 1921 آغاز شد. این شرکت در سال 1923 با موتور BMW R32 آغاز به کار کرد. طراحی R32 شامل انجین 2 سیلندر افقی و استفاده از میلگاردان برای انتقال نیرو بود. R32 یک انجین 4 زمانه 2 سیلندر تخت هواخنک با حجم 494 سی سی داشت. 8.5 اسب بخار، جعبه دنده 3 سرعته، استارت هندلی، ظرفیت باک 14 لیتر و وزن خشکی این موتور 122 کیلوگرم بود. R32 موفقیتی برای شرکت بود و 3000 دستگاه از آن طی طی 3 سال به فروش رسید. این گونه بود که یکی از معتبرترین سازنده موتورسیکلت جهان متولد شد. اینم از جدیدترین موتورسیکلت BMW.
شماره 4 YA1 اولین موتورسیکلت یاماها مجهز به یک انجین تک سیلندر 6 اسب بخاری، هواخنک و گیربکس 4 دنده بود. موتورسیکلت یاماها از تمام جهات موتورسیکلتی موفق از کار درآمد، چه از لحاظ طراحی و چه از نظر سرعت، اطمینان و مشخصات فنی. در آن زمان رنگ رایج برای بیشتر موتورسیکلت ها سیاه بود، ولی یاماها رنگ محصول خود را ارغوانی تیره انتخاب کرد و به بازار ارائه کرد. این موتور تک سیلندر 2 زمانه هواخنک با حجم 123 cc، سیستم سوخت‌رسانی کاربراتور، سیستم استارت هندلی، گیربکس 4 سرعته، سیستم تعلیق جلوی تلسکوپی و عقب مکفرسون، وزن خشکین موتور 94 کیلوگرم بود. گنجایش باک 9.5 لیتر. بریم که جدیدترین موتورسیکلت این شرکت رو ببینیم. شماره 5 نخستین اقدام در این راسته در سال 1950 با ساخت و نصب موتورهای 2 زمانه کوچک روی موتور آغاز شد. ورود کاوازاکی به صنعت ساخت موتورسیکلت به دلیل متخصصان صنایع هوایی کاوازاکی و داشتن خط تولید و تجهیزات باقی مانده از این صنعت دشوار نبود. نخستین موتورسیکلت این شرکت در سال 1961 به نام کاوازاکی B7 مجهز به یک انجین با حجم 125 cc به بازار عرضه شد. این موتورسیکلت از ارگونومی خوبی برخوردار بود و در آن از بهترین مواد ترکیبی کامپوزیت آن دوره به کار رفته بود. کاوازاکی برای شناساندن موتورهای ساخت خود به خریداران سیاست شرکت دادن موتورسیکلت‌های خود در مسابقه موتورسیکلت‌رانی موتورکراس ژاپن را در پیش گرفت. امروزه موتورسیکلت‌های کاوازاکی جزو 4 برند معروف موتورسیکلت ساز ژاپن میباشد و در بسیاری از موارد نیز استانداردهای صنعت موتورسیکلت سازی را تعیین کرده است. این جدیدترین موتورسیکلت کاوازاکی است. با اینکه ویدیو به اتمام رسید، اما این فقط آغاز یک ماجرای بزرگتر است. اگر از این ویدیو لذت بردین، حتما لایک و سابسکرایب کنید و دوستان خود را نیز دعوت کنید. با اشتراک گذاری نظرات و ایده هایتان میتوانیم با هم یک جامعه قوی تر بسازیم. خدا نگهدار.